سلام. یه ذره تو تنظیم دوربین مشکل خوردم، واسه همین الان انقدر مضطربم. یه آینه گذاشتم پشت، دارم تلاش میکنم که ببینم، چون دارم با گوشیم فیلم میگیرم و دارم سعی میکنم که ببینم اوضاع چطوره. خوش اومدین به اپیزود دوم که البته در اصل اپیزود اوله ولی اپیزود دوم پادکست شعله درون. امروز مسئله‌ای که میخوایم راجعش حرف بزنیم یه خورده برای خود من به شخصه تو تجربیات اخیرم چالش برانگیز بوده و همونجور که از تایتل ویدیو فهمیدین قرار راجع به سوگ صحبت کنیم. بچه‌ها عینک زدم، در کسایی که نمیدونید من عینکیم، منتها وقتی انقدر دوربین جلوه ترجیح میدم که عینک نزنم که تمرکز بیشتری داشته باشم. ولی خب از صبح چشم بود، الانم صبح هنوز، گفتم تا نور خورشید نرفته بیام و اپیزود دوم در اصل اولو بگیرم براتون که نور خوب داشته باشیم، همه چی اوکی، همه چی پرفکتو. آره قیافه هم فکرم کاملا مشخصه که صبح هنوز یعنی هنوز آدم اینجوری وسط روز، دیری وسط روز قیافه چجوریه. اوکی، از بحث دور نمیشیم. سوگ برای هر کسی تعریف خاصی داره ولی عمدتاً کلاً برای آدما واسه وقتیه که توی عزیزی رو از دست میدی و اون عزیز رو از دست دادن صرفاً براشون انگار مرگ اونه. اما به نظر من و همینجور که از نظر خیلی از روانشناسا و افرادی که توی این حوزه تخصص دارن هم هست، سوگ فقط مرگ عزیز نیست. سوگ یعنی یک چیزی رو ما یه تایمی زیست کردیم، ازش استفاده کردیم، باش زندگی کردیم و حالا نیست به هر دلیلی. خیلی وقتا رابطه‌ایه که تموم شده و خب اون فردم کاملا زنده است، منتها در دنیای شما مرده. میدونی؟ من فکر میکنم که هر وقت ما با یک آدمی آشنا میشیم و باهاش یک رابطه‌ای داریم، یک ورژنی از ما و یک ورژنی از اون برای هم ساخته میشه که وقتی که این رابطه تموم میشه اون ورژن هم باهاش میمیره. یعنی اون مایی که با اون فرد در ارتباط بود هم از بین میره و دیگه توی دنیا نیست. و دلیلی که اینقدر پایان رابطه سنگینه اینه که یک سوگه، یک مرگه، یک از دست دادن عمیقه که خب ما داریم تجربهش میکنیم و درد کمی نیست، کاملا نیازمند زمانه، نیازمند در تحمل زیادیه و هیچکس منکر این نمیشه که چیز سختی. منتها سوگ واقعا جاهای مختلفی پیش میاد، در مقابله با چیزهای مختلفی پیش میاد و فقط مرگ عزیز نیست و ما اگر این رو بدونیم انگار به خودمون خیلی بیشتر حق میدیم که توی یه سری از چیزا ناراحتیمون طولانی تر باشه و به خودمون بیشتر حق میدیم که نمیدونم. میدونید انگار این روزها آدم ها خیلی به خودشون بابت ناراحت بودن حق نمیدن و این انگار از خیلی قبل پیش بوده. تازه الان یه ذره داریم به سمت این میریم که آقا احساس منفی، احساسی که ما اسمشو گذاشتیم منفی در اصل، اونا وجود دارن. احساس غم هم هست و لازمه و باید باشه. انقدر از غم فرار نکنیم، این یه اتفاقی که تو زندگی میفته. برای من به شخص خیلی طول کشید تا این حق رو به خودم بدم که آقا توی روزایی از زندگیت هست که یاد یه رابطه میفتی، یاد یه چیزی که داشتی میفتی. صرفا رابطه نیست، یعنی مثلا از دست دادن کاری که عاشقشی هم سوگ محسوب میشه. چون میگم تعریف سوگ رو اگه بخوای اینجوری درست خودت در نظر بگیری که یه ورژنی از تو با اون شخص یا با اون کار یا با اون هنر، با اون مکان گره خورده، ساخته شده برای اون و انگار با ترک اون و مرگش اون ورژن از تو هم میمیره. پس واسه این که شاید انقدر دردناکه. تازه دارم به خودم این حق رو میدم که آره اگر روزی از روزها که داشتی عادی زندگی تو میکردی یهو یاد یه چیزی افتادی که خیلی برات سنگین بوده از دست دادنش و سوگوار بودی، به خودت سخت نگیر بابتش، چون
شاید هنوز از دردش چیزی باقی مونده و من احساس میکنم این چیز قشنگیه، چون اگر عزیز نبود رفتنش مهم نبود. میدونین؟ یعنی هر موقع که به این فکر میکنم که الان چرا باید غمگین باشم، چرا باید سوگ داشته باشم، چرا باید اینقدر درگیر باشم، چرا باید اینقدر مثلا بهم سخت بگذره، چرا باید رفتن یک نفر اینقدر ناراحت کننده باشه و فلان. به خودم میگم ببین اگه دوستش نداشتم، اگه واقعا رابطه خوبی نبود، رابطه زیبایی نبود، یا اگه احساسی نداشتم اونجا، دلم تنگ نمیشد. خب صرفاً به معنی اینکه احساس، اینو بذارید اصلاح کنم، صرفاً به معنی اینکه احساس خوب رابطه خوب میاره نیست. یعنی خیلی وقتا خب ما از روابط سمی در میایم و دلمون تنگ میشه، ولی روی صحبت من با اون بخشیه که اشکال نداره که دلت تنگ میشه. یعنی تو میدونی که رفتن بهتر بود یا باید میرفت یا رفته الان. خب یعنی تو خودت به عنوان شخصی که درگیر سوگی اینو میدونی، ولی اینم باید بپذیری که تو اگر احساسی در قبال اون نداشتی الان ناراحت نبودی. پس ارزش احساسته که الان ناراحتی. الان مثلا به خاطر خودته که ناراحتی، در اصل میدونی به خاطر اون احساسی که داشتی ناراحتی. و ما خیلی خودمون رو تحت فشار میذاریم که از این احساسات و چیزای منفی بابت از دست دادن یه نفر فرار کنیم. نمیدونم چند نفرتون برنامه سروش ساعت رو دیدین، اسمش اکنون اگه اشتباه نکنم. یه اپیزود داره که براتون مینویسم کدوم اپیزوده. راجع به یک آقایی هستش که خیلی هم کارای بزرگی کرده، فکر کنم مؤسسه شهر کتاب بودن، مدیرش بودن فکر کنم، اشتباه بگم. خود اپیزودو براتون میذارم، یعنی میگم که قسمته توی یوتیوب هست میتونید ببینید. ایشون دخترشون رو از دست دادن، دخترشون فوت شده و از دستش دادن و همونجور که میدونید برای والدها خب خیلی سخته. کلا سوگ مسئله سختیه، ولی خب برای والدها این که فرزندشون رو از دست میدن خیلی موضوع سهمگینیه. سویساید ازشون میپرسه که مثلا اوکی اگر راجبش حرف بزنم، اینا میگه من دارم با این غم زندگی میکنم، چرا نباید راجبش حرف بزنی؟ یا یه جا دیگه ازش میپرسه که دلتون مثلا تنگ نمیشه راجبش حرف بزنی؟ اینا میگه ببین من نمیدونم چرا آدما اینجوری رفتار میکنم، مگه من دلم تنگ میشه بده؟ مگه غمگین میشم بده؟ مگه عاشق میشم بده؟ دارم زندگی میکنم. من آدمم و آدم غمگین میشه. من یه آدمم و آدم مثلا دلش تنگ میشه برای چیزی که بود. یعنی دارید احساس میکنم اگر به خودمون اجازه نمیدیم که غمگین شیم، انگار ناراحت بودن و این حق انسان بودن از خودمون میگیریم. میدونی؟ حق این که انسان ناراحت میشه، انسان ممکنه یک دردی رو تجربه کنه و برای اینکه اون درد رو پردازش کنه نیاز داره به اینکه چندین وقت زندگیش نرمال نباشه، زندگیش مثل قبل نباشه. چون ببین یه ذره بهش فکر کنیم، اگه تو یک شخصی برات عزیزه و از دستش میدی، زندگی مثل قبل باشه، پس دیگه اون آدم عزیز نبوده دیگه. یعنی یه کلاف حرفمو تایید کرد یعنی یک شخصی بوده، یه چیزی بوده که برای تو معنی خاصی نداشته، چون بعد از رفتنش بازم تو اینجوری که اتفاق خاصی نیفتاد، چیزی عوض نشد، پس بود و نبود اون فرد خیلی مهم نبوده برات. ولی وقتی که ناراحت میشی، ناراحت بودن بچه‌ها به منظور این نیست که شما خودتون رو داغون و نابود کنید برای رفتن کسی یا کسی رو به زور نگه دارید. منظورم خودتون فکر کنم متوجه میشید منظورم چیه. منظورم دقیقاً اون پارتیه که شما میپذیرید که یه چیزی تموم شده ولی غمشو دارید. من خیلی دوست دارم که پادکستم کات نمیزنم بچه‌ها،
چون که نشون میده دارم این شعارمو که میگم من دارم تلاش میکنم واقعی باشم و دارم درست انجام میدم. ببخشید داشته کلم در رفت از دستم. داستان واقعا همش برای من حداقل این بود که من یه تایم زیادی احساس کردن رو از خودم گرفتم، به خاطر اینکه نمیخواستم احساس بدی داشته باشم. و اینجوری نیستش که شما اگر که میخواید احساس بدی نکنید و احساس کردنتون رو ببندید، تمام احساس ها رو میتونید دسته بندی کنید و بگید که خب من میخوام خوشحال باشم ولی ناراحت نباشم، میخوام مثلا به دست بیارم ولی سوگوار نباشم، از دست ندم. اینجوری نیست. همشون حول یه محور میچرخن، همشون با همن. یعنی اگر میخوای اگر میخوای خوشحال باشی باید ناراحت هم باشی، اگه میخوای به دست بیاری باید سوگوار از دست دادنم باشی. همش با همه. و فکر میکنم که این زیبایی زندگیه که ما باید اینو یادمون باشه که هیچ کدومشون همیشگی نیستن و مدام در حال چرخش و تغییرن. با اینکه بعضی وقتا خیلی ناراحتت میکنه این داستان که این تهش تموم میشه، ولی اگر یاد بگیری از خودش لذت ببری و بعداً واقعاً به مقدار کافی برای از دست رفتنش ناراحتی کنی، تموم میشه، میره. میدونی؟ و اینم بهتون بگم چیزی که من خودم خیلی بازم طول کشید بفهمم و نمیپذیرفتم برای خودمو، اینکه هر کسی بچه‌ها به نحوه خودش با سوگش کنار میاد. هر کسی به نحوه خودش با ناراحتیش کنار میاد. یعنی اصلا شما و من، هیچ کس در جایگاهی نیست که به یه نفر بگه تو الان حق داری ناراحت باشی یا حق نداری ناراحت باشی یا بس دیگه چقدر باید ناراحت باشی. حتی خودت هم به خودت اجازه نداری اینو بگی، به خاطر که تو یه بدنی داری که هوشمنده، یه بدنی داری که این همه کار داره برای تو میکنه، پس مسلما میدونه که چه زمانی موقعیت درستیه برای اینکه درد به پایان برسه. پس اگه هنوز به پایان نرسیده و تو هنوز نیاز داری که گریه کنی، نیاز داری که راجبش بنویسی، نیاز داری که راجبش حرف بزنی، بدنت داره تشخیص میده که نه آقا هنوز تموم نشده، هنوز درد داره و این طبیعیه. میدونی؟ نمیدونم کی به ما یاد داد که درد داشتن غیر طبیعیه. اینکه تو یه چیزی ناراحتی، یه چیزی داره عذابت میده، یه چیزی داره ناراحتت میکنه، یه چیزی داره فشار میذاره روت، نباید باشه، غیر طبیعیه، نرمال نیست، باید از بین بره، خوب نیست. در صورتی که هست، وجود داره، جزء انسان بودن. تو نمیتونی انسان باشی بدون اینکه درد تجربه کنی. میدونی؟ اینو باید بپذیریم، هم من هم آدما. من هر چی که توی پادکست میگم منظورم خودم هم هستم و بیشتر روزها، بیشتر وقتا پادکست هام درباره موضوعاتی که خودم اون تایم خیلی بهش فکر کردم یا بهش رسیدم. یعنی یه چیزی نیست که مثلا بیام فقط پشت دوربین بشینم و بگم بچه‌ها امروز این کارو بکنید. نه، چیزی که برای خودم مثلا خیلی بهم خدمت کرده و می‌بینین که نحوه صحبت کردنم و نشستن باهاتون دقیقاً مثل یه دوسته. دلم نمیخواد اون فضای خشک من پشت میز نشستم سر و وضعم اتو کشیده و فلان و یک نوت گذاشتم جلوم و از روش میخونم و نه، دوست دارم گپ و گفتی باشه. میدونی؟ دقیقاً دوست دارم همینجوری صمیمی بشه. مثلا اینکه پرش دارم میبینی مثلا وسط صحبتمون یهو اینو بهتون یادآوری میکنم، کاری که با دوستام میکنم، جوری که با دوستام حرف میزنم. میدونی؟ میخوام بهشون اطمینان رو بدم که من اینجا نیستم که به تو رو نصیحت کنم یا راه تو رو عوض کنم، بگم این ولی برو این ولی برو. نه، دارم باهات حرف میزنم و راجع به احساسی که خودم تجربهش کردم دارم بهت میگم، به تویی که داری ویدیوی منو میبینی، که احساست از اینکه چقدر سهمگینه و هیچ کس انگار نمیبینه من چقدر اینجا مثلا قفس سینم پر از فشاره، به این برسی که یه نفر داره شبیه چیزی که من دارم حس میکنم و حرف میزنه. پس آدما حس میکنن و من اینجا میگم بگم آره، آدما واقعا حس میکنن، آدما ناراحتی حس میکنن، آدما این فشار قفس سینه رو حس میکنن، با اینکه هیچ دلیلی برای قلب درد وجود نداره و قلب درد میکنه و همش به خاطر اینه که بدن تو هوش داره، بدن تو متوجه درد تو میشه، بدن همه متوجه میشه و ما کاری که باید بکنیم، مسئولیتی که باید بپذیریم در قبال این سوگ اینه که از راههای خوبی پردازشش کنیم.
اینکه تو خودت رو بی‌حس کنی، اینکه تو نادیده بگیری اون درد و اینکه عادت‌های بدی برای خودت بچینی برای اینکه از سوگ فرار کنی، از حس بد فرار کنی، هیچ وقت جواب نمیده. ببین مثل اینکه احساست نشسته یه جا که تو باید در رو روش باز کنی، بیاد عبور کنه و بره و تو در رو باز نمی کنی به خاطر اون چند ثانیه و چند دقیقه، حالا ما داریم در مثال میگیم چند ثانیه ها، به خاطر اون تایمی که باید بیاد و عبور کنه. یعنی انقدر از اون تایم میترسی و نگرانی که نمیذاری اون احساس بیاد و بره، با اینکه میدونی اگه بذاری در رو بکنی بیاد میاد ولی میره، ولی به خاطر اون یه ذره تایمی که اینجا هست که در رو باید باز کنی و اجازه عبور بهش بدی حاضر نیستی. در صورتی که من اینجا بهت میگم چیزی که من تجربه کردم، درد رو وقتی بهش اجازه بدی که باشه خودش بهت میگه باید چی کار کنی، خودش بهت نشون میده که نیاز به گریه داری، نیاز به حرف زدن داری، نیاز به نوشتن داری، نیاز به داد زدن داری، اصلا چرا درد داری. خیلی وقتا هم بچه‌ها دلیلشو نمیدونی، یعنی شده مثلا دلت بخواد همینجوری یهو گریه کنی، این به خاطر چند تا چیز میتونه باشه. یکی این که مثلا از فشار خیلی زیادی رو بدنت بوده میخواسته تخلیه کنه، یا مثلا یه دردی هست، یه اتفاقی هست که هنوز اونقدری که شما فکر میکنید براتون قدیمی نشده، بدنتون هنوز حسش میکنه، نیاز دارم واسش گریه کنیم. پس جلوش هیچ وقت فکر نمی‌کنم باید بگیریم. اگه نیاز داری گریه کنی باید گریه کنی، چون گریه کردن شبیه خندیدنه. هیچ کس واسش عجیب نیست تو گریه کنی، اگرم عجیبه مشکل اونه. من دارم میخندم، برای شما عجیبه این داستان، یعنی اینکه من دارم به احساساتم رو در قالب واکنش نشون میدم خنده داره؟ نه خنده دار نیست، عجیبم نیست، همه میخندن، همه لبخند میزنن. ولی اگه گریه کنم چرا؟ توجه بیشتری جلب میشه، انگار که مثلا چه اتفاقی افتاده، در صورتی که اونم همونه، گریه است دیگه. پس از احساس کردن دردتون در نرید و خجالت هم نکشید. همین شکلیه. میدونی وقتی که این احساسو داری که همه آدما تجربهش میکنن، همه آدما اشتباه میکنن، همه آدما سوگ دارن، همه آدما مثلا بعضی وقتا احساس بی مصرف بودن میکنن، همشون، همه ما یکی. این احساس خیلی خوبی به آدم میده، احساس این که راست میگی، مثلا آره شاید ما مثلا به هم نزدیکتریم وقتی که میفهمیم منم دقیقا شبیه تو هم، منم دقیقا مثلا آره منم این احساس بدر داشتم، مثل الان که من دارم حرف میزنم، آره منم سوگ رو تجربه کردم، منم خیلی دلم میخواست یه رابطه‌ای جواب بده، جواب نداد، منم خیلی دلم میخواست مثلا یک دوستی خوب پیش بره، خوب پیش نرفت و سوگ اتفاق افتاد و من تایم زیادی جلوی خودم رو گرفتم اجرام که نه اون آدم ارزشش رو نداره که من به خاطرش سوگ تجربه کنم، یا اصلا الان کار دارم، امتحان دارم، سر کار باید برم، نمیخوام الان ناراحت باشم. در صورتی که تو نباید تصمیم بگیری که چه احساسی داری، چون احساس اینجوری ایجاد میشه، تو تصمیم نمیگیری چه احساسی داشته باشی، تو فقط میتونی تصمیم بگیری که با احساس چیکار کنی و با خودتون مهربون باشین وقتی که دچار سوگ میشین. میدونی با خودتون فکر کنید یه عزیزی جلوتون نشسته و دچار سوگ شده، مسلما بهش نمیگید ببین نه ناراحت نباش الان وقت این نیست که ناراحت، اینا رو بهش نمیگی. بیا با هم رو راست باشیم، تو اینا رو بهش نمیگی، همونجور که من نمیگم. تو میشینی به حرفاش گوش میدی، برات مهمه داره چی میگه، برات مهمه داره از چه احساسی حرف میزنه و با خودت هم با همین کارو بکنی. یه فلش بک میزنم به قسمت اینترو، قسمت قبلی که گفتم مهمترین رابطه‌ای که تو توی زندگیت داری رابطت با خودته، چون هیچ وقت ولت نمی‌کنه. پس به حرفاش گوش بده. میدونی جلوی خودتو برای داشتن احساس بد نگیر، احساس بد داشته باش. میدونی یعنی این تو رو خیلی آزاد میکنه، تو رو خیلی رها میکنه که بپذیری احساس بدی دارم، من الان احساس بدی دارم، الان ناراحتم، الان عصبانی
روانیم، الان دچار سوگم. من یک آدمم و دارم اینا رو تجربه میکنم. دارم چک میکنم ببینم دوربین داره میگیره یا نه. آره داره میگیره. ما از سوگ انگار میترسیم، از غصه، از ناراحتی ها میترسیم، چون حس میکنیم مثل یک موج عمیقه که اینجوری میاد بالا و ما غرق میشیم توش. انگار ما نمیتونیم ازش در بیاییم دیگه، انگار ما رو میبلعه، اینجوری میگیره و ما دفن میشیم و دیگه راهی نیست برای اینکه بیایم بالا، در صورتی که اینجوری نیست. میدونی از بیرون ناراحت کننده و ترسناک به نظر میاد، یعنی اینجوری که اگه من اجازه بدم مثلا قصه بخورم، اگر من اجازه بدم که این درد بیاد بالا، هیچی دیگه، مثلا باید یه هفته‌مو کامل تلف کنم که این قصه رد بشه. و اینجا از خودم میپرسم، من روژینا حتی از خودم میپرسم که چرا فکر میکنی غم و قصه و احساسات سنگین و اینجوری بد که نیستن. احساسات اینجوری تلف کردن وقته. چرا فکر میکنی این جزء زندگی نیست؟ چرا فکر میکنی این جزئی از روند زندگیت نیست؟ همونجوری که خوشحالی هست، همونجوری که به دست آوردن هست، از دست دادن و غم و سوگ و اینا هم جزئی از یه مسیره، جزئی از اون مسیری که تو داری میری. چرا اونو حساب نمی کنی؟ چرا فکر میکنی اون یه چیز دیگه است، این یه چیز دیگه است؟ اینا کنار همن. پس تلف کردن نیست. پس تو هنوزم داری زندگی میکنی، تو هنوزم داری موتوری داره رد میشه تو هنوزم در حال تجربه کردن و زیست کردن زندگی هستی. اصلا داستان اونقدر که فکر میکنی پیچیده نیست. تو فقط باید احساستو احساس کنی. میدونی همین خیلی کار سختیه، خیلی نیاز به تمرین داره، بخاطر اینکه تو خیلی تایم زیادی باش قطع رابطه کردی با احساساتت، ولی فقط باید احساستو احساس کنی. یعنی فکر نکنی چرا اینجاست، به چه علت، چرا انقدر زیاده، برای چی الان من، نه اصلا احساسش کن. ببین اول باید بپذیری، اول باید احساس کنی که بعد بتونی ریشش رو پیدا کنی، بعد بفهمی چرا این احساسو داری. اول باید بپذیری که این احساسو دارم. این خیلی سخته بچه‌ها، وقتی که یه تایم زیادی این کارو نکردی خیلی سخته، چون بدنت عادت نداره، بدنت به اینکه تو بهش گوش بدی عادت نداره، چون گوش نمیدی، خیلی تایم زیادی که داری گوش نمیدی و الان یهو داری بهش گوش میدی. خوشحاله، خیلی خوشحاله، ولی طول میکشه تا دوباره باهات ارتباط بگیره. مثل اینکه تو با یه کسی که دوستش داری قهری و الان رفتی آشتی کنی باهاش، جفتتون خیلی خوشحالین ولی طول میکشه تا دوباره مثل قبل بشین و تلاش کن. و من بهتون میگم که ارزش تلاش کردن داره، واقعا داره. من دارم از تجربه خودم میگم، از روی هیچ کتابی نمیگم، دارم میگم من این کارو کردم، سخت بود، تایم برد، خیلی چیزا برام خراب شد و شکست، ولی خوب بود. الان خیلی خوشحالم که با احساساتم آشتی کردم، خیلی خوشحالم که وقتی که غمگین میشم، وقتی حالم بد میشه، وای میستم، میدونی فرار نمیکنم، میگم نه بذار یه آهنگ گوش کنم، بذار برم بیرون، بذار همه چی اوکی کنم حالم خوب شه. اصلا چرا باید به زور حالتو خوب کنی؟ میدونی اینا چیزاییه که من خودم خیلی بهش فکر میکردم این یه هفته که گذشت، یه هفته 10 روز که گذشته، که چرا به زور داری سعی میکنی حالتو خوب کنی؟ حالت خوب نیست دیگه. الان حالم خوب نیست، چرا باید به زور تغییرش بدم به حال خوب؟ خب من حالم خوب نیست، من الان ناراحتم، من الان گریه دارم، من الان قفس سینم اینجوری چسبیده، یه چیزی اینجا دارم، خفه میشم از بغض. چرا باید وانمود کنم که حالم خوبه وقتی دروغه؟ چرا باید دروغ بگم؟ پذیرفته نیست، کسی قرار نیست بپذیره غم منو، مهم نیست، من دارم میپذیرم، من دارم به خودم حق میدم، من دارم به خودم میگم روژینا الان ناراحتی، اوکی، ناراحت باش. داستان از جایی میاد که ما فکر میکنیم ناراحت بودن شور زندگی ما رو میگیره، نمیذاره انگار زندگی لذت ببریم، در صورتی که اگه بتونی درست ناراحت باشی، یعنی بهش بها بدی، بهت کمک میکنه. آدم چرا ناراحت میشه؟ آدم برای چی ناراحت میشه؟ برای چیزی که براش ارزش داشته. خب خیلی قشنگه که
تو برای یه چیزی که ارزش داشته برات و حالا از دستش دادی یا خراب شده یا خوب پیش نمیره ناراحتی. چه قشنگ. میدونی دیدگاهمون رو باید به سوگ انگار عوض کنیم و به خودتون حق بدین که دردناکه. و من اینجا نیستم که بهتون بگم آره سوگ همون لحظه ای که شما گریه کنید براش، مثلا یه بار گریه کنید دیگه رفته دیگه خداحافظ. نه اینجوری نیست. زمان میخواد و این زمانو شما نمیتونید براش تصمیم بگیرید، خودش باید بیاد. شما به اندازه کافی خودتون میفهمید کافی کیه. شما به اندازه کافی در کنارش بشینید، باش حرف بزنید، احساسش کنید، خاطرات مرور کنید و بعد خودش میره. مهمون رو از خونه پرت نمی‌کنن بیرون، خودش میره به موقعش. درسته؟ پس من اینجا نیستم که بهتون بگم درد نداره، من اینجا نیستم که بهتون بگم سخت نیست، من اینجا نیستم که بهتون بگم آره بابا همه چیش درست میشه بعد از این مدت فلان. من اینجام که بگم واقعیه، این اتفاقی که میفته واقعیه، سوگ واقعیه و آره زمان میخواد و ما هم نمیتونیم تصمیم بگیریم که چقدر زمان نیازه. زمان خودش به موقع به ما اعلام میکنه که تموم شد، یعنی الان دیگه درد رفته و خودتون به مرور متوجهش میشین. خودتون کم کم اینو میبینین که او درد داره کم رنگ میشه، داره از بین میره. و بعضی وقتا انگار که ما فکر میکنیم اگر درد رو احساس کنیم، اگر که اجازه بدیم درد احساس بشه، تنها مهره آخری که ما رو وصل میکرد به اون آدم، به اون شخص، به اون اتفاق، به اون چیزی که راجبش سوگ رو تجربه کردیم هم از بین میره و دیگه نداریمش، دیگه هیچ کس، دیگه هیچ چیزی نداریم که به اون متصل باشه، در صورتی که فکر نمی‌کنم درست باشه. برای من که اینجوری نبود. من پدر بزرگم که از دست دادم حاضر نبودم سر خاکش برم یا بشینم و برای رفتنش گریه کنم، چون انگار که اگر این کارو میکردم میپذیرفتم که رفته، میپذیرفتم که رابطه من و اون تموم شده و از دست دادمش برای همیشه. خیلی جلو خودم رو گرفتم و خیلی 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 زندگی ما ادامه دادم بدون اینکه به سوگم برگردم. سوگم رو انگار بخشه پیچ کردم گذاشتم یه گوشه و اینجوری که نه اصلا بهش فکر نمی‌کنم، اصلا بهش نگاه نمی‌کنم و تا تایم زیادی احساس می‌کردم که هر روز مثل اون روزیه که انگار اون خبر بهم داده شده، انقدر همون درد انگار تازه است و انگار اصلا کم نمیشه ازش. و خب منطقیه وقتی یه چیزی رو بازش نمی‌کنی و نمیبینیش چجوری ممکنه که توش تغییر ایجاد بشه، چجوری ممکنه که برسیم توش چه خبره، توش چیا داره. و یه جا فهمیدم که باید بهش نگاه کنم، باید اون بستر رو باز کنم و ببینم، چون این سود مال منه و من نسبت بهش دارم بی‌مسئولیت میشم. دقت کردی مثلا وقتی یه اتفاق بدی واسه هم میفته مثل همین سوگ، اینجوری این که مثلا نباید دیگه خوشحال باشم، الان اگه خوشحالم، اگه دارم لذت میبرم از یه چیزی، اگه دارم لبخند میزنم انگار گناه دارم میکنم. من خودم شکلی بودم و اینجوریم که ما بزرگت از دست دادی، الان چرا داری خوشحالی، چرا با دوستات داری میری بیرون، چرا مثلا داری از غذا لذت میبری، چجوری میتونی این کارو بکنی، تو سوگواری. و این حرفای بیرحمانه رو خودم داشتم به خودم میگفتم و اصلا اینجوری نبود که یکی بیاد اینا رو بهم بگه، خودم داشتم به خودم میگفتم و اشکالی نداره چون زندگی اینجوریه، زندگی اینجوری نیست. شاید حتی وقتی اینجوری به نظر میاد اینجوریه، این از من داشته باشی. و احساسات میرن میان، احساسات بالا پایین میشن و تو سوگواری ولی داری زندگی میکنی، تو زنده ای، پس لبخند میزنی، پس میری بیرون، پس کارتو انجام میدی. زندگی جریان داره برای تو و یه قسمتی از تو هم از بین رفته، پس
به خودتون سخت نگیرین، انقدر خودتون رو اینجوری نکنین برای اینکه مجبور شین یه احساسی رو داشته باشین. احساس کردن اجبار نیست، مجبوری نیست، اصلا مجبوری نمیشه. اینو احساس میکنم خیلی باید روش کار کنیم و خیلی نسبت بهش حساس باشیم که به خودمون اجازه اینو بدیم که احساس کنیم یه غم بزرگو و فکر نکنیم که این جلوی زندگیمون رو میگیره، فکر نکنیم که این زندگی ما رو مختل میکنه. افسردگی، انکار پذیرش، ناراحتی، اینکه یه روز کامل نتونی خیلی پروداکتیو باشی، همش به نظر من جزئی از پذیرش سوگه. یک سری مراحل طبیعیه باید بگذره، نمیتونی بپری از روی مرحله بگی من فقط مراحل آسون و خوبشو میخوام. همش با همه زندگیه. خیلی بحثای اینجوری دوست دارم. میدونی احساس میکنم تویی که داری ویدیو منو میبینی یا شماهایی که دارید ویدیوهای منو میبینین یه دوستی هستین که اونور دوربین نشسته و من دارم سعی میکنم حالشو داره بهتر کنم از چیزی که خودم گذروندم، یه چیزایی که میدونم و بلدم. الهامه، یعنی یک سری از برای اینکه بتونم افکارم مرتب کنم و اینا درباره سوگ و احساسات منفی از این کتاب گرفتم. کتاب خیلی خداییه واقعا، توی این داستانا خیلی چیز جالبی داره. یه سری اطلاعاتی راجع به بدنتون و راجع به احساساتتون بهتون میده که فکر نمی‌کردید وجود داره و داستان اینقدر جدی و پیچیده است. حتما راجبش بیشتر حرف میزنم توی اپیزودهای دیگه. خیلی میگم راجع به مثلا موضوعاتی که خیلی باهاش درگیریم، مثل انگیزه نداشتن، استرس، اضطراب، مخصوصا اضطراب، خیلی چیزا توش داره و حتما راجع به بخش دیگه‌اش هم حرف میزنم. امروز راجع به بخش 4مش که راجع به سوگ بود صحبت کردیم و جمله اولش منو جذب کرد. جمله اول فصل 4مش منو جذب کرد که راجع به کتابم صحبت کنم. گفتش که سوگ همون چیزی بود که من اول پادکست گفتم. سوگ بعضی وقتا برای آدم‌ها به معنی از دست دادن یک شخص فقط، ولی در صورتی که سوگ خیلی چیزاست. سوگ از دست دادن چیز یا شخص یا کار یا فرصت یا خونه، هر چیزی که ما بهش وابستگی داشتیمه، هر چیزی که ما باهاش آینده‌مون رو می‌دیدیم و الان دیگه از بین رفته است، اون میشه سوگ. پس سوگ فقط چیز واحد نیست. فکر می‌کنم برای امروز و برای این اپیزود کافی باشه. یکی از اپیزودهای مورد علاقه خودم بود به خاطر اینکه من خودم هم تازه یاد گرفتم با سوگ و این داستانا کنار بیام بپذیرمشون. یعنی هر چیزی که دارم بهتون میگم کاملا تجربه و تازه خودمه، چیزی که دارم به تازگی احساس میکنم منظورمه. و دیگه همین، امیدوارم که شده یه ذره کوچولو هم به احساستون کمک کرده باشه، به حالتون کمک کرده باشه و تا اپیزود بعدی میبینمتون. فعلا